آقا ما هم جوونیم، ما هم آرزو داریم، 2 تا کلیه بیشتر نداریم، چیز دیگه ای هم نداریم که بخوایم بفروشیم بلنشیم بیایم اونجا مسابقه ها رو ببینیم. آمریکا در اقدامی ماجراجویانه یک کادر 9 نفره از تیم ملی کشورمون رو بهشون ویزا ندادن که آقای قلعه‌نویی و آقای تاج هم جزوشون هستن. من عاجزانه از آقای ترامپ و همدستاشون خواهش میکنم که برای خود مسابقات همین دو عزیز رو راه ندید، چون احتمال سود کشورمون بیشتر میشه به نظرم. چند تا از خود بچه ها هم هستن، خود بازیکنامون که خیلی سنشون بالاست، اونا رو هم اگر راه ندادید فبها، اگر راه دادید هم مشکلی نداره. و اما من یک گلایه‌ای دارم آقای ترامپ به شما، مگه چقدر تورم توی کشور شما که هزینه بلیط‌ها رو 5 برابر کردید؟